خب آقا سلام، یه موزیک دیگه میخوام گوش بدیم. موزیک بعدی قسمت قبل پیر روان رو اومدیم آوردیم. این قسمت اسمش چی بود موزیک؟ پیر روان. نه پیر روانو که میشه اسم موزیک چی؟ نیو بیگینینگ. نیو بیگینینگ هم چیزی داریم. نه این قسمت برامجیه. ترک سند شنها ماسا اینا. پس حالا بریم ببینیم که کدوم برنده میشه، این بهتره یا اون. اینا فقط نظر ماه، یعنی اصلا چیز تخصصی نیست. نظر ما حالا کدوم بهتره و بره بالا و ببینیم چی میشه. تشر نظر ما کدوم آرتیست موزیکای بهتری داره. بریم. اما من خودم اصلا دلیل این همه رفتن رو نمیفهمم. خب پس موزیک سند از بهرامجی که ببینیم چیه دیگه. خب بریم 6 دقیقه و 20 ثانیه سند. ببینی به نظر بسته خب حس لطیفی ماسر رو به من میده. البته ماسر لطیف نیست ولی اینجوری چون نزدیک ساحله حس میکنم باید لطیف باشه. چون کلا بهرامجی آرتیست مثلا درویشی دوره و مثلا وطنی داره و اینا تو ایران اصلا کار نمیکنه، ولی خب مثلا ایران خیلی دوست داره از موسیقی سنتی ایرانی زیاد استفاده میکنه اینا. شاید ماسته و حالا شن و اینا یه مثلا کانسپتی از ایران باشه، میگه مثلا کویرایی که داریم و اینا مثلا شن و ماسته هایی که داریم، شاید منظورش مثلا یه کانسپتی از ایران، شاید. هنوزم تمام نشده اینتروش بکن. اوکی بود تو نظرم. لطیف بود. بریم حالا ببینیم. زیر هی داره یه چیزی بیته جریان داره، بیته یعنی یه ذره هیجانیه زیرش، بعد روش یه چیز خیلی نرم و ملایمی داره میاد، یه ساز نرم و ملایمی میاد، اون زیر یه چیزیه که جریان داره. این دو تا ما ثابته و یه چیزای ملایمی نواخته میشه. آره اینش خیلی باحال. به نظرم خوب بود ولی اینتروش خیلی ملایم شروع شد. من مثلا بودن من شاید از آقای پیر روان مثلا یه کمی کمتر امتیاز بخوام بدم، صرفا به خاطر اینکه اولش مثلا خوب بود، چیز بدی نبود، ولی مثلا یه کمی درجه‌شو پایین‌تر. من حالا مثلا تو بد نبود واسم، یعنی به قول تو که داری میگه خوب بود ولی به نظر من مثلا کمی از روان نداشت. یعنی ما احساس میکنم مثلا پیر روان یعنی اون موزیکشو خیلی بیشتر درک کردیم تا این. شاید یعنی اینو شاید یه بار دیگه مثلا گوش بدیم یه امتیاز دیگه ای بخوایم بدیم، ولی خب الان دیگه در این محفل نمیگنجه که یه بار دیگه گوش بدیم. چون ریتم خیلی آروم اتفاقا شروع نشد. آروم شروع نشد؟ نه خیلی اتفاقا جریان داشت ریتم.
یه لحظه چشم افتاد به کاوره، مثلا احساس کردم که خب اگه من چشمو ببندم و احساس کنم تو کویرم و این موزیک داره مثلا پلی میشه تو کویرم، این موزیک داره پلی میشه، مثلا دوستان مثلا اونجا دارن حالا یه کاری میکنم اونوری آتیشی روشنه یه جری با دوستات رفتی؟ حالا مثلا با هم دیگه بسیم تعداد زیاده دیگه مثلا اونجا مثلا یه آتیشی روشنه اونور، مثلا یه جنبشی برقراره اونجا، صدای خاصی به گوشت برسه. آره. و اون خب منظور من اون صداها نبود، حسش بود. حسش بود. داره اون صدای مثلا دریا و شنواسه نبود، حسی که خودم رو بذارم مثلا توی یه موقعیت. انگار یه موزیکی مخصوص کویر، نه حالا حس و حال کویر رو بده، انگار این موزیک برای کویر ساخته شد، مثلا میری کویر این موزیک رو بذاری حال مثلا یه همچین چیز. بریم بقیه میشه. شما حرفی نداری؟ من از کنم یک نواخته، ولی در این یک نواختی یه سری چیزایی داره که جلب توجه داشت، یعنی جلب توجه بکنه. نمیدونم کلا توی این موزیک یه ذره نظراتم با تو مخالفه. یعنی به نظر من اتفاقا یک نواخت نبود. مثلا چون خیلی سازا رو هی اوورد، مثلا تا یه جایی تا دقیقه مثلا کلا 6 دقیقه است، تا دقیقه 2 داشت یه سری سازا و یه سری صداهای دیگه ای می آورد، بعد یهو رفت مثلا از ساز سنتی استفاده کرد، یا مثلا سنتور آورد، بعد سنتور تمام شد، بعد آورد یهو موزیکو یه ذره خوابوند، مثلا میبره بالا. اتفاقا خیلی هی داره جابجا میکنه موزیکو. به نظرم من به اون قسمتش متوجهم، یعنی میفهمم که بازی میکنه با موزیک، ولی مثلا مثل موزیک قبلی اگر داستان مقایسه داشته باشه حس میکنم اون نسبت به اون داری میگی مثلا اون خیلی بیشتر بود بازی کردنش، یک نواختی خیلی کمتری داشت ولی خیلی بازم اوکیه، موزیک مناسبی. ولی نسبت به اون دوباره تو میگی که این پایین تره اینجاش کمتر. آره شاید نمیدونم، ولی خب اون یه ذره کلا بالاتر بود موزیک، یعنی موزیک یه ذره هیجان و چیزش بالاتر بود بیشتر. آره بی پی امش و اینا هم فکر میکنم بالاتر از این. این یه ذره کلا ملوتره، یعنی همیشه بیشتر رویایی و احساسیه تا اینکه بیشتر باشه مثلا روی نرمتر مهربونتر از اونه. اون یه ذره خشن‌تر، این مهربونتر. کلا کاری که برامجی میکنه، یعنی اون چیزی که کلا خیلی معروفش کرده و جذابش کرده اینه که از سازهای همون مثلا سنتی و اینا مثل سنتور و اینا میاد تلفیقش کرده با مثلا موزیک یا الکترونیک مختلف. این خیلی جذابش کرده، ولی حالا تو بیشتر موزیکاش اینجوریه که اون سازا خیلی زیاد استفاده میکنه، یعنی همش داره استفاده شاید مثلا 50% موزیک داره سنتور میزنه یا حالا مثلا سازای مدل. اینجا ولی دو تا صحنه فقط امضای کارش آورده، ولی خب همیشه خیلی بیشتر می آورد و این که کمتر آورده به نظرم جذاب‌تر کرد.
اینکه خیلی زیاد میشه یه سری ذره قسمت‌های خسته. خاصش رو آورده آره. اون قسمت سنتی و این باعث میشه که وقتی که اون قسمت نواخته میشه خیلی بیشتر جذب کنه شنونده رو و شنونده میخواد اون لحظه درک بشه که مثلا گوش بده اون قسمتشو. آره شاید همون این دقیقا همون چیز است، امضایی که میندازه است. مثلا این سنتوره که بیاد، مثلا میگی مثلا کلا این مدل سنتوری که این میزنه میاد که من همیشه مثلا هر موزیکی یه جایی گوش بدم میگم خب برامجیه، این امضاشو داره. خب ولی حالا این سنتوره که میاد این موزیک هم یه ذره مثلا متمایزتر میکنه. این دیگه این ادامه بفهم. بزن. اگه قرار باشه مثلا توی کبیر به این موزیک گوش بدی، اینجوریه که دیدید وقتی به آسمون نگاه میکنید همه کهکشان و مثلا ستاره‌ای در حال حرکت کردن، مثلا موزیکش اینجوریه که شب وقتی نگاه میکنی آره قشنگ روند حرکت خودتو داری متوجهش میشی و خیلی داره بهت حس خوب میده، میدونی جریان داره، جریان رو بهت نشون میده. دقیقاً خب همون شعر و ماستر مثلا یه بادی میخوره جریان داره، شاید به اون اسم بتونه مثلا ربط بدیمش، ولی کلا این موزیک به نظرم حس بهتری رو منتقل میکنه تا اون موزیک از نظر حسی، داره حس و حال. ولی اون موزیک چیزتر بود، فعالتر بود، شد فعالتر مثلا میشه گفت، خیلی بیشتر. آره خیلی مثلا بیشتر تو میتونستی بازش کنی مثلا به چیزهای قسمت مختلفش مثلا فکر کنی. خیلی سخت شد واقعا، یه ذره سخت شد واقعیت. ولی به نظرم تا این نمیدونم انتخاب معلومه یا نه تا اینجا، حالا بریم تا تاش ببینیم چجوری تمام میکنه. آره. این هم الان مثلا جفتشون مثلا این کار کردن، اومدم بگم که مثلا داشتم تو ذهنم مثلا چون خیلی سخته مقایسه این با اون از نظر من تو ذهن من، چون جفتشون رو واقعا دوست دارم، دو تا آهنگم دوست داشتم، بخاطر همین اومدم مثلا یه ذره جدا کردم بگم که خب اون اینتروش اینجوری بود، اونجاش اینجوری بود، این تیکه تیکه واسه خودم باز کردم که ببینم کدوم انتخاب کنم. خب بعد یه بهونه‌ای واسه خودم پیدا کردم که اونو انتخاب کنم قبل اینکه این آتروش تموم بشه. چی بود؟ یه بهونه پیدا کردم که اونو انتخاب کنم، گفتم خب اون مثلا اون اومد یه امضایی وسط کار انداخت تو ذهن ما، بعد آخر کار با همون امضای اونو بست، یعنی یه بشکنی مثلا انداخت وسط کار که ما رو یه خاطره‌ای واسمون ساخت، آخرش با همون خاطره تموم کرد. گفتم خب من اینو مثلا بهونه میکنم که اونو انتخاب کنم، ولی خب برامجی هم همین کارو کرد دیگه. موندم من سنتوره رو وسط کار یه 2 صحنه آورد، آخرش دوباره با سنتوره تموم کرد. اون بشکنه آورد، این سنتور آورد، یعنی میدونی مثلا یه چیز مشابهی بود دیگه، نتونستم بهونه بیارم که اون بهتر. حالا تو نمرتو بده یا حالا تو حرفی اگه داری. موزیک بهرامجی خیلی کوتاه‌تر بود و بیشتر خود چی موزیک؟ بدنه موزیک مثلا درش مین استوری خود کلیات موزیکشو واسم باز کرد و نشون داد. نمیدونم خیلی سخته، خب واقعا نمیفهمم
الان چجوری باید نمره. آخه خیلی موزیک خوبی بود توی سبک خودش و متفاوت بود. آره یه ذره سبکاشون هم خب متفاوت بود. ولی به طور کلی بالاخره ما اینجا نیومدیم که دقیقا همون سبکا رو بذاریم که حالا اگه یه سبک بود خیلی راحت تر بود انتخاب، ولی الان چون دو تا سبک مختلفه دیگه میریم به حس خودمون که کدوم موزیک پیدا نشد. تو موزیکای بهرامجی من یه موزیکی یادم بود که مثلا میخورد به اون سبک، بعد هر چی گشتم پیدا نکردم، اسمش هم یادم رفت. دختر همین رفتم نزدیکترینش رو باز پیدا کردم. در نهایت حالا دیگه اینجا ما دیگه حسی باید بگیری. 8.5 میدی؟ من 9 میدم دیگه. اونو اگه 9.5 داده باشم اینو 9 میدم، یا اینم 9.5 میدم، چون اینم دوست داشتم. مثلا اگه من یه جایی باشم سخته واسم انتخاب دیگه، مثلا یه جایی باشم یه بار اینو دوست دارم گوش بدم یا اونو دوست دارم گوش بدم، این جفتش واسم توی حد. هر دو ولی موزیکن که آدم دوست داره هر دو باز گوش بده. ولی اون اینو می‌خواستی برداری ولی اون چیز بود، اون خیلی روشن‌ترم کرد، تو یه ذره بیشتر میدم، اون خیلی انرژی بیشتر بهم داد، خیلی حالمو بهتر کرد. نظرم جاش که کجا اینو گوش بدی بستگی داره که مثلا یه جایی گوش میدی یا این واسط یه خاطره‌ای میشه که یعنی موزیکیه که واسط یه خاطره خوب میسازه، یعنی اون قسمت خاطره سازه رو این میتونه نمره بالاتری 10 میتونه بگیره. موزیکی که یه جا گوش بدی قشنگ اونجا رو واسط یه خاطره خوب میکنه، ولی اون شاید تو اون قسمت یه ذره ضعیف‌تر بود، تو بقیه قسمت‌ها به نظرم بهتر بود. اوکی. پس نیم نمره کم میدیم بهش. تو چند؟ 8.5. الان گفتی 8 یا گفتی 8.5؟ 8.5. صحبت‌های من باعث نشد که بشه 9؟ نه. حالا اینو یه ذره بیشتر فکر نه 8.5. منم 9. یا همش 17 گرفت. ناراحت شدم. خیلی سعی کردم بیشتر بدم ولی نشد. خب پس تو این قسمت هم بهرامجی نه دیگه، بهرامجی حذف شد، پیر روان رفت بالا. شاید تو قسمت‌های دیگه یه بار دیگه اگه اون موزیک رو پیدا کردیم بهرامجی رو بیاریم. شاید داره بهرامجی دوباره بیاریم از یه پارتی بازی کنیم واسش. پیر روان رفت بالا. تا اینجا بین همه موزیکایی که گوش دادیم به نظرت کدوم مشخصه دیگه؟ پیر روان. این موزیک پیر روان. حالا موزیکای دیگه پیر روان هم نمیدونم که. آره دیگه حالا موزیکای دیگه هم پیدا می‌کنیم چی میشه. مرسی که این برنامه رو تا انتها دیدین. سابسکرایب و لایک و کامنت هم یادتون نره لطفاً. بای بای. زنگوله. بای بای. زنگوله